در سال 2003 یک زمین‌لرزه مهیب شهر کوچک و ساکت بم را لرزاند. اخبار زلزله و ویرانی‌ها همه ایرانیان را در داخل و خارج کشور تکان داد. یکی از آنان جهانگیر گلستان پارساد فیلمساز ایرانی بود. گلستان که سازنده فیلم‌های جهانگردی است و از بم دیدار کرده بود، از خرابی‌هایی که در این شهر اتفاق افتاده بود به وحشت افتاد. گلستان گفتگویی را که در آن لحظات با همسرش داشت را به خاطر می‌آورد. و زمانی که زمین لرزه شد واقعا منو خیلی متاثرم کرد، ناراحتم کرد و خانمم اتفاقا گفت که حالا که شما تو داری فیلم درست میکنی، فیلم‌های مسافرتی از ایران درست میکنی، چرا مسیرت عوض نمی‌کنی و فیلمی از بم و کرمان درست بکنی؟ با تمام این احوال آقای گلستان به فکر فرو رفت که فیلم‌هایی که درباره ایران در آمریکا نشان داده شده حقیقتاً نتوانسته که چهره واقعی مردم و مهربانی‌های آنها را نشان دهد. دوست داشتم یک فیلم درست کنم درباره ایران، چون متاسفانه یک زمانی یه فیلم اومد هرگز بدون دخترم، Not Without My Daughter. وقتی که من این فیلم رو رفتم دیدم واقعا منو متاثر کرد، منو ناراحتم کرد، به خاطر اینکه اون ایرانی نبود که من توش بزرگ شده بودم. زلزله بم این فرصت را به او داد که تحقیقاتش را شروع کند. چندی نگذشت که گلستان از داستان عادل فریدمن و تاب دل اورو با خبر شد. این زوج که ساکن کالیفرنیای جنوبی بودند به شهر بم در ایران سفر کردند تا نه تنها از زیبایی و فرهنگ ایران دیدار کنند، بلکه آن خونگرمی و محبتی که گلستان از مردم ایران گرفته بود را احساس کنند. تصمیم مهم زمانی گرفته شد که عادله یک جعبه خرمای بم را در یک مغازه ایرانی مشاهده کرد و نمیدانست که زندگیش تغییر خواهد کرد. عادله فریدمن آنچه که به او گذشت را به یاد می آورد. زمین تکان می خورد و همه چیز می لرزید. بالاخره منظره بسیار وحشتناکی بود. آقای گلستان دریافت که داستانی که او شنیده بود به حقیقت پیوسته و برای او زنده شد. چیز جالب اینه که اون راننده تاکسی خودش مال بم بوده. بنده خدا، من خودم اگر جاش بودم میگفتم میخوام برم به طرف بچه‌هام چیز بکنم، کمک بکنم، ولی فرزانه و راننده تاکسی میرن به طرف تاب و عدل، چون اینا مهمون ما بودن توی ایران و اینا البته هیچ پول اضافه هم از کسی نگرفته بودن، ولی فقط دوست داشتن عشق و محبت ما ایرانی را بین اون نشون بدن. حتی پدر و مادر عادله هم که با عجله بعد از زمین لرزه به سوی ایران حرکت کرده بودند تا در کنار دخترشان باشند، همین احساس را داشتند. من در عمرم این همه مهمان نوازی و مهربانی ندیده بودم. مهم نبود که آنها چه کسی بودند و از کجا آمده بودند. برای آنان اینها انسانهایی بودند که نیازمند به کمک هستند. آقای گلستان میگوید تنها انتظار او از مردم این است که بعد از دیدار بم صمیمیت و مهربانی مردم ایران را به عنوان درسی از زندگی با خود به همراه ببرند. مهم نیست کلمی باشی، مسلمون باشی، جود باشی، باید با همدیگه خوب باشی.